президенти Тоҷикистон ба раисони шаҳру ноҳияҳо ва вилоятҳои кишвар дастур додааст ки ҳар як оила дар Тоҷикистон бояд захираи 2 солаи маводи ғизоӣ дошта бошад. او که وکیل پارلمان بودن خیلی گفتیم 4 تا مسافد احمقن دیگه هر چی میگن. راهبر کشور وقتی که چنین دیدگاه و نظر داره مردم 2 ساله ذخیره بکنه، از سوال مطرحی است که از کدام حساب مردم ذخیره بکنه و در کجا ذخیره بکنه. آیا در همه هوای گرم تاجیکستان مردم میتونه که 2 سال آرد ذخیره کنه؟ مردم میتونه 2 سال گوشت ذخیره بکنه؟ مردم میتونه 2 سال پیاز، کارتوشکا، سبزی لااقل آن چیزهایی که در مردم ما چیزی عادی شده است، یعنی که مردم ما فقط همین چیزا رو میخوره. او طبیعی است که هیچ وقت مردم ما گوشت گوسفند بسری نمیخوره، گوشت گاو نمیخوره. کی مهمان بیاید بیچاره همو اوقاتش یکم ترک گوشت ببینه و بخره. آیا همین چیزهایی که لازمه است، خب میوه‌جات، سبزیجات، بعضی چیزهایی که روزمره است، آیا مردم همین را میتونه ذخیره بکنه؟ اگر همین سوال رحمان در دوباره دوربین ما بشینی، ما برات بگم که رحمانوف یک سوال برای خودت. این امید برای خودت من میگم که نه معاش میگیری، نه پول داری، نه دولت برات معاش میتیه، نه زندگی سالم داری، هیچی نداری، 10-12 زن و فرزند و پسر و نویره و اویره داری. 2 ساله ذخیره کرده میتونی؟ آخری کارت یک معلم مکتبی 1000 سو معاش میگیری، 2 سال ذخیره میکنی. مرا میگی تو دینه چی گفتی؟ اگه همین جواب بدم آیا من اگر یک شهروند تاجیکستان پدر، مادر، برادر، خواهر، فرزند، زن، هر چی که نباشه 10 نفر شماره همش در یک جا کار میکنم، در یک مکتب کار میکنم، در یک اداره کار میکنم، در یک جا محافظم، زیاد 1000 سومون معاش حد اقل تاجیکستان یک بانه $80 است تا $100. 1000 سومانی معاش میگیرم. کدامش من بکنم؟ 2 ساله ذخیره کنم، چند سومانی جمع کنم برای ذخیرم؟ چند سوم؟ 1.4 طبیعی که 10 نفر در یک ماه هیچی میشود. روغن کو 5 10 هیچی میشود. او که نیاز به یک میوه‌جات داره، سبزیجات داره، یک چی باید بخره او فرزند. اکنون من چگونه بعد از این همه مصرفایی که دارم 1 نفر کار میکنم 2 ساله من ذخیره بکنم؟ آیا همین پیشنهاد از جانب خدای رحمانوف بود یا که از جانب کدام نفری که خب خداوند در عقل او کمی نارسایی داده است، یعنی برای دیگران او را مثال آورده است؟ البته جای خنده و جای بازی نیست، اما خداوند همین ساخته ایش مثال برای ما که شما بندگان ببینید که من قدرت هم دارم برای شما. اگر من میدونستم که راهبر کشور ما همین خیلی کوتاه عقل است و فهمیشش به مانند همو است دوانه میکردم. لیکن شما از او یک بوت نازنین زیبایی قدر میسازینش که گویا که تمام دنیا را همو، یعنی که در یک جای دیگه میگن که نجات دهنده سیاره خطا نکنم، یعنی در این فهمیشه که داشته است. آیا میبرو بعد از این همه مشکلات ها میگه که 2 ساله غذاتون بکنین؟ این که دیگه در عقل انسان جا نمیگیره. تحلیلگران و جامعه شناسان میگویند که در شرایط تاجیکستان ذخیره مواد خوراکه برای 2 سال امکان ناپذیر است، چون برای این تجهیزات های معاصر و هم شرایط برای نگهداری مواد غذایی بسیار مهم است. برخی از اقتصادشناسان به این نظر هستند که بهتر است به جای مواد غذایی ساکنان با قدر امکان یک مقدار مبلغ پس‌انداز کنند و در حالتهای بحران‌های شدید آن را برای زندگی خود صرف کنند. آیا خود خانواده ها برای ذخیره مواد غذایی برای 2 سال امکان دارند؟ حالا میریم از خود ساکنان به این سوال پاسخ میپرسیم. ذخیره در نمیشه امکان، برای ارد ویران میشه، برنج ویران میشه، دانگی ویران میشه. فقط یک علاج که پول پس‌انداز کردن در کار. امی پول پس‌انداز کنی میتونی ذخیره کردن. اگر پول پس‌انداز نباشه هیچی نمیشه. شما 700 سومون باید چیکار خوری میوه ذخیره کنی نمیشه. نمیدونم. آزاد زمان نمیشه یک ماه. فامیلار یک ماه میشه نمیشه یک بادرینگ. هر دو سه روز به یک بار میخرن میبیارن بچه‌ها. روزمره دیگه یعنی بچه میره کار میکنه دیگه با هم گذران میکنم، چون یک مهاجر هستم، من کدام درآمد دیگه ندارم. میخری همش و میکنی ذخیره میکنی، حاضر هوا گرمه ویران میشوند. مثال چی محصولات مکرونی باشه، چی محصولات
دانگی باشد چی آرد باشد در گرمی ویران میشود. داخل مثال خیلی 10 لینچم بگیری سیراناز هوا رو دیدش خیلی گرمه ویران میشه متش میزند. از همه خوبش همی پل پسنداز میشد که مثال در حالت های کدام حالت های در کار بود میرفتیم مثال از مغازین مثال از مغازه مثال همون چیشه سویجیشه بگیم میخریدی با خوبتر میشد مثال. خب نظر مردم 4-5 نفری که گپ زد فهمیش همه همین از فهمیش رهبر کشور بالاتر بود است. کسانی سوال میتونن که اگر رحمانوف روا کی رهبر کشور میشه؟ مرحمت اینم یک زنی که در خیابان رو بسته فهمیشش از رهبر کشور ده بالاتر. ما همه دیدم این همی در دیدگاه در نظر در تحلیلی که این همی زنهایی که اوزی کردن 1000 مراتبه از پیشنهاد رحمانوف پیشنهاد یا خوبتر و بالاتر است. خب این بحث سر این نیست که رحمانوف شما را دلسوزی کرده است. بحث سر او است که بعد از 2 سال بعد از تلفاتی که میبینین از گشنگی میمرین مبلغ در خانهاتون است قرض قواله فرزنداتون دزدی میکنن نبودن این مبلغ دیگه انسان مجبور میکنه یا که در مهاجرت چیکار بکنن با کارهای بد با کارهای پس دست میزنن. بعد 2 سال میبرو مردم من شما را سال 2020 گفته بودم که 2 ساله ذخیرتون را بکنین. دیدن این جا را فکر داره خودش از این مصیبت برآوردن تا 2020 تا پیش از آمدن کرونا ویروس تمام بودجه کشور را غارت کردن دزدیدن. حالت اومد که دیگر راه گریز ندارن باید یک گناهی را در سر کسی بزنن. باز هم مردم تاجیکستان گناهگار. وای به حال مردم بیچاره تاجیک. وای به حالتون. من میگم که وای به حال این ملت. برای چی؟ برای که باز هم مصیبت درد گناه خودتون قبول میکنین. باز هم شما خودتون گناهگار میشین. باز هم در برابر این همه مشکلات ها رحمانوف پاک و زیبا و تازه و آلوده بیرون میشود 2 سال پس اگر که مردم باز هم سیرایی بدبختی رو نگیره. ما و شما فرزند یکی زندان شد، فرزند یکی به خاطر دزدی کشته شد، فرزند یکی فلان شد، همون هم تا میرود. این از مشکلات